قتل عام شدن مردم تاجیک. همه ما درباره قتل عام شدن یهودیان و هندویان قطعه آمریکا خبر داریم، اما قتل عام شدن مردم تاجیک از طرف مغولان خونخوار در هوش و خیال کسی نیست و به باد فراموشی رفته است. پیش از این که ما درباره هجوم چنگیزخان به آسیای میانه صحبت کنیم، باید درباره ترکیب ملی آسیای میانه کمی روشنی اندازیم، زیرا تا آمدن ترکان در عصرهای 5-6 به آسیای مرکزی، در اینجا شهرهای تاجیک نشین به مانند مرو، بیناکت، ختلان، وخش، جغانیان، ترمیز، بلخ، نیشاپور، نیسا، دهستان و توس جایگیر بودند که اهالیشان از تمام شهرهای اروپا زیاد بود و تمام این شهرها تاجیک نشین بودند. هرچند آسیای مرکزی به تصرف ترکان در آمده باشد هم، اما شماره ترکان در اینجا نسبت به تاجیکان مقیمی به مراتب کمتر بود. بعد ضبط آسیای میانه از طرف چنگیزخان و کشته شدن زیاده از 10 میلیون اهالی مقیمی یعنی تاجیکان، برای همیشه ترکیب ملی این منطقه را عوض کرد و به جای اهالی مقیمی یعنی تاجیکان مغولان آمدند. یکی از تاریخ نویسان عصر 13 ابن العاصر درباره رفتار غیر انسانی چنگیزیان چنین گفته است: آنها به کسی رحم نمی کردند، برعکس زنان، مردان، کودکان را می کشتند، شکم زنان حامله را پاره کرده کودکان تولد نشدهشان را سر می زدند. خلقی که از کنار مملکت چین برآمد به ماورالنهر تاخت، اشغال کرد، خراب نمود، به قتل رسانید و همه جا را ویران کرد. و این چنین دوام داده می گوید: اگر کسی که گوید از زمان آفریده شدن آدم علیه السلام تا امروز چنین دهشت روی نداده است، او حق است و شاید انسانها چنین دهشت را تا روز قیامت نبینند. اگر شهر را مغولان بعد مقابلیت شدید می گرفتند، سرکردگان مغول به قتل عام شروع می کردند. چنین حالتها در شهر ترمیز، نیسا، بلخ، نیشاپور، سبزوار، توس، اورگنج، هرات و شهرهای دیگر رخ داده بود. در حالت دوباره گرفتن شهر بعد شورش، بجز اهالی شهر باز اهالی دهات را نیز سر می. تاریخ شناسی فرانسوز رنه گروسه در کتاب خود که با نام چنگیزخان است گفته است: اساسی ارتش خوارزمشاه را غلامان ترک تشکیل می کردند و از همین سبب ترک ها با مغول ها جنگ کردن نمی خواستند و همین که مغول ها به نزد شهر می رسیدند آنها تسلیم می شدند و یک جایه با اسکران مغول به قتل و غارت کردن اهالی مقیمی آنجا دست می زدند. آن زمان تمام اهالی شهرهای آسیای مرکزی را تاجیکان بودند و آنها تا آخرین بر ضد مغولان غدار جنگیدند. ماه فوریه سال 1220 قسم اساسی سپاه چنگیزخان به نزد بخارا رسید. 5000 جنگاور ترک با سردارشان به جای مدافع بخارای شریف و شرف جنگی خودشان را حمایه کردند، آن را به شرمندگی و گریختن عوض کردند. 16 فوریه سال 1220 مغول‌ها به شهر وارد شدند. 400 نفر با سرداری گورخان در اک پناه برده 12 روز مقابلیت نشان دادند. مغول‌ها از تمام راه اصولها استفاده می‌بردند تا آنها را از آنجا بیرون کنند. تنها بعد کشته شدن آخرین آنها مغول‌ها توانستند ارک را نیز پر تصرف کنند. تاریخ نگاران میگویند که در جنگ‌ها برای بخارا 30,000 آدم کشته شدند. تاجیکان باقی مانده به غلامی تبدیل داده شدند. بخارایی که از زمان سامانیان مرکز ماورالنهر بود ضبط کرده شد و از طرف مغول‌ها بیرحمانه ویران و ولنگار کرده شد. تاجیکان باقی مانده که از تسلیم شدن بخارا ناراضی بودند به سربازان مغول شبان خون می‌زدند. آنگاه چنگیزخان به غضب آمده فرمان داد که شهر را آتش زنند. شهر چندین روز می‌سوخت. با فرمان چنگیزخان تمام هنرمندان و مردان سالم را برای کارهای وزنین استفاده می‌بردند. چخیلی که نوشته است ابن العاصر می‌گوید: اسیران از قفای سربازان سواره مغول می‌رفتند تشنه و خسته، آنها از خستگی می‌غلتیدند و سربازان مغول آنها را به قتل می‌رسانیدند. بخارا را ویران و ولنگار مانده چنگیزخان به طرف سمرقند روان شد. بعد 3 روز مدافع سپاهیان ترک دروازه را بر روی مغولان گشادند و گفتند: ما با شما از یک قبیله و یک خلق هستیم و برای همین با شما جنگ کردن نمی‌توانیم. چنگیزخان خیلی خوب می‌دانست که مادام که آنها به تاجیکان خیانت کردند، اینها در وقت لازمی به او نیز خیانت می‌کنند. از همین سبب چنگیزخان فرمان داد که تمام آنها را سر زنند که شمارهشان 30,000 بود.
ابن الاسیر میگوید روز چهارم آنها اعلان کردند که تمام اهالی شهر به نزدشان برآید و اگر کسی سستی کند او را به قتل میرسانند. به نزد آنها تمام مردان، زنان و کودکان برآمدند و با آنها نیز همان کاری را کردند که با اهالی بخارا کرده بودند. آنها به شهر زده در آمده بغارت کردن شروع کردند و مسجدها، شهرها را آتش زدند. آنها دختران را تجاوز میکردند، تمام نمودی شکنجه را روا میدیدند. آنهایی که بر غلامی موافق نمی آمدند میکشتند. از روی گفته های یک سیاه چینی چند چون یک از 400,000 اهالی سمرقند تنها 50,000 زنده ماند. سال 1221 چنگیزخان از دریای امو گذشته به بلخ روان شد و اینچنین باید ناگفته نماند که بلخ یکی از شهرهای قدیمترین در تاریخ بشریت می باشد و در زمان اوج شکوفایی راه ابریشم در بلخ قریب 1,000,000 اهالی زندگی می کرد. جلال الدین منگوبردی که پسر محمد خرمشاه می باشد از نزدیک شدن مغولان خبردار شده سپاهش را گرفته شهر را ترک کرد و به وعده های چنگیزخان باور کرده اهالی شهر را به جنگ به او تسلیم کردند، اما او تمام اهالی شهر را سر زد. بعد ضبط بلخ می نویسد دگین بلخ خیلی زیاد به خود نمی آمد و شهرت پیشینش را از دست داد. بعد نوبت به مرو رسید. زیاده از 150,000 نسخه کتاب در کتابخانه های شهر مرو محفوظ بودند. از همه بزرگترین جای نگهداری کتاب در آسیای مرکزی. چنگیزخان فرمان داد که تمام کتاب ها را سوزانند، شهر را به خاک یکسان کنند. هر یک سربازی مغول می بایست 300 کس را بکشد. به همین منوال در یک مدت کوتاه زیاده از 1,500,000 کس را کشتند که حساب کردن جسدهایشان 13 شبانه روز طول کشید. سال 1221 در هرات شورش سر زد. از طرف مغولان بیرحمانه پهن کرده شد. این مقابلیت طولانی و قهرمانی بود. تنها ماه ایون سال 1222 مغولان توانستند این را گیرند و با فرمان سرکردگان مغول به قتل عام شروع کرده شد و در یک مدت کوتاه 1,60,000 اهالی مقیمی هرات به قتل رسانیده شدند. نیشاپور نیز از خونخواران مغول نیز جان به سلامت نبرد. بعد از رفتن مغول ها جسدهای آدمان را 12 روز حساب کردند که شماره آنها 1,47,000 تن را تشکیل می نمود. سال 1221 ارتش 50,000 نفره با سرداری جوجی، چغتای و اقتای به طرف اورگنج رهسپار شد. بعد محاصره 7 ماهه آنها توانستند شهر را گیرند. چخیلی که رشید الدین تاریخ نگار می نویسد مغول ها بیرحمانه می جنگیدند، کوچه به کوچه، خانه به خانه را می گرفتند تا آن دمی که توانستند شهر را پررگ گیرند. بعد آن را زیر آب کردند. در نتیجه این همه خونریزی ها در بخارا 1,000,000، سمرقند 350,000، بلخ 1,000,000، مرو 1,47,000، اورگنج 1,200,000، هرات 1,60,000، نیشاپور 1,470,000 کس به قتل رسانیده شدند. این تنها شماره 7 شهری که ما نامبر کردیم. در عموم 50 شهر بزرگ تاجیکان و ایرانیان یا آریاییان به خرابزار تبدیل یافت.